عبدالرازق آوازخان و شومن جوان توجیک که 19 سال و همگی 1 متر قد و 18 کیلو وزن دارد، نخستین کلیپش بعد کندن از پرودیوسر اولش بران و رفتنش از تاجیکستان را نشر کرد. عبدالرازق که وقتهای آخر در دبی و هندوستان کار و زندگی میکند، ترانه نخستینش بعد 1 سال تنفس را با زبان هندی اجرا کرده است. این ترانه دادرجان نام دارد. عبدالرازق این ترانه را در هوای آهنگ‌های خاص فیلم‌های عشقی هندی که یک زمان در تاجیکستان و اتحاد شوروی نیز خیلی شهرت داشتند سراییده است و در جریان کلیپ جامه و لباس‌های قهرمان‌های مشهور فیلم‌های هندی را به بر می‌کند. این ترانه روز 8 اکتبر سال 2022 در کانال عبدالرازق در یوتیوب نشر شده در بین 3 روز زیر 300,000 تماشابین جمع آورده است. از شرح‌های زیر کلیپ دیده می‌شود که اکثر تماشابینان ترانه نو عبدالرازق اهل هندند که ترانه این آوازخوان تاجیک را در عموم خیلی خوش پذیرفتند، اما در میدان شرح‌های زیر کلیپ ترانه دادرجان شرح‌ها به زبان تاجیکی و یا از تماشابینان تاجیک قریب دیده نمی‌شوند. عبدالرازق یک آوازخوان جوان زاده پنجکند است که 19 سال و همگی 1 متر قد و 18 کیلو وزن دارد. او با سرودخوانی‌هایش در بازار پنجکند نام برآورد و سال 2019 بران عبدالرازق را به دوشنبه آورده ترانه‌هایش را توسط استودیوی کانال اولاد میدیا ثبت و نشر کرد. آن ترانه‌های عبدالرازق در یوتیوب هر کدام تا چند میلیون تماشابین جمع آوردند. شهرت این آوازخوان نورش تاجیک 1 سال پیش در پی اعلان جنگش با بلاگر نیز خورجوسه از داغستان حزب الله به بیرون از تاجیکستان راه یافت. آن جنگ در نهایت دایر نشد، ولی آوازه عبدالرازق چنان عالم شمول شد که او را اکنون به جشن و تنتنه‌های بین المللی دعوت می‌کردند و ماه آگوست سال 2021 مقامات امارات متحده عرب به عبدالرازق ویزای طلایی تقدیم کردند. او با این ویزا میتواند تا 10 سال در حدود امارات از جمله در دبی و ابوظبی بدون ویزا کار و اقامت کند. در این 1 سالی که گذشت عبدالرازق در یک کلیپ مورگنشترن نقش اجرا کرد و بنا به خبرها در یک فیلم نو هندی با نام شرطی برادر باید امرو با ستاره مشهور بالیوود سلمان خان نقش اجرا کند. همین طور عبدالرازق در این 1 سال آخر عکس‌های زیاد مشترک با شخصیت‌های مشهور از جمله با شهردار لندن صادق خان، ستاره فوتبال رونالدو، آشپز ترک بورک و چندین ستاره دیگر را نشر کرد و اینک نخستین کلیپش را بعد کندن از بران و رفتن از تاجیکستان را نشر کرد.